سبک بهتر زندگی را تجربه کنید. به خانه خودتان خوش آمدید. با گروه جیهان آرا در قبرس شمالی تماس بگیرید. مثبت 90 533 88 99 888. ویکیگویا تقدیم می کند 4 اثر از فلورانس اسکاولشین. خوانش سوده شرحی. تهیه شده در استودیوی رادیو قبرس. از ورزشکار مشهوری به نام لاولاک پرسیدند چگونه میتوان سرعت و استقامت او را به دست آورد. پاسخ داد خوب استراحت کردن را یاد بگیرید. حال بیایید ما نیز به همان اندازه استراحت کنیم. او وقتی در حال دویدن بود از همه دوندگان آرامتر و از هر وقت دیگر آسوده خاطرتر بود. موفقیت زمانی از راه میرسد که اصلاً انتظارش را ندارید. آنقدر باید صبر کنید تا قانون جاذبه عمل کند. هرگز در عمر خود مغناطیسی متزلزل و مضطرب نخواهید دید. مغناطیس بدون اعتنا به اطراف خود بی حرکت می ایستد. زیرا می داند که سوزنها به سوی او خواهد آمد. آرزوهای ما زمانی سر می رسد که خود را رها کنیم و آرام منتظر باشیم. در دوره‌های مکاتبه‌ای تأکید می کنم هرگز نگذارید آرزوی قلبی شما به مرض قلبی تبدیل شود. وقتی بیش از حد چیزی را بخواهید تمام جاذبیت خود را از دست می دهید. زیرا مضطرب و هراسان در رنج خواهید بود و به دلهره و نگرانی می افتید. یک قانون بی‌اعتنایی هست که می گوید هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. گاه کشتی‌های انسان از روی دریای بی‌اعتنایی به مقصد می رسند. بسیاری از کسانی که به حقیقت می‌پردازند با مخالفت و دشمنی دوستان خود مواجه می‌شوند. زیرا دوستانشان بیشتر نگران کتاب‌ها و سخنرانی‌هایی هستند که آنها می‌خوانند یا می‌شنوند. دوستی کتاب بازی زندگی و راه و رمز آن بازی را به خانه برادرش برد تا آن را آنجا بخواند. هیچ کدام از مردان جوان خانواده زیر بار نرفتند که آن را بخوانند و می‌گفتند ما اهل این خرافات نیستیم. یکی از آنها راننده تاکسی است. شبی وقتی در حال رانندگی بود چشمش به گوشه ماشین افتاد و همان کتاب را دید که آنجا افتاده است. روز بعد به عمه‌اش گفت دیشب کتاب عجیبی در تاکسی پیدا کردم و خواندم. کتاب جالبی بود. خانم شین کتاب دیگری ننوشته است؟ خدا برای انجام معجزات خود گاهی یک دور کامل چرخ و فلکی می‌زند. من به خاطر شغلم با همه نوع انسان سر و کار دارم. بسیاری از آنها ناراضی و تعداد کمی راضی و سپاسگزارند. روزی مردی به من گفت من از نعمات زیادی بهره مندم که باید برای هر یک از آنها سجده شکر به جا آورم. سلامت و پول کافی نیز دارم ولی هنوز مجردم. مزمور 89 بسیار جالب است زیرا 2 نفر در این قسمت شرکت دارند. همه مزامیر به صورت نظمند. مزمورخوانی که آواز سر می دهد و خدای لشکرها که به او پاسخ می دهد. سرود در حمد و ثنای بازوی خداوند است. رحمتهای خداوند را تا به ابد می سرایم. ای خدای لشکرها چه کسی مثل تو قدیر است. بازوی تو قوی است و دست تو نیرومند و دست راستت متعال. آنگاه خدای لشکرها پاسخ می دهد دست من با او استوارتر خواهد شد. بازوی من نیز او را قوی خواهد کرد. رحمت خیش را تا ابدالآباد برای او خواهم فرستاد و عهد من با وی استوار خواهد بود. فقط در کتاب مقدس و داستانهای پریان کلمه تا ابدالآباد را می‌بینیم. در دنیای مطلق انسان بی زمان و مکان است و نباید این خیر و صلاح او از ازل تا ابدالآباد باشد. داستانهای پریان پر از اساطیر کهن پارسی بودند که اساس آنها حقیقت بود.
علاءالدین و چراغ جادو همان تصویر عینی کلمه است. علاءالدین چراغ را دزدید و به همه آرزوهای خود رسید. کلام تو چراغ جادوی توست. کلمات و اندیشه ها نوعی پرتو افکن هستند که بی ارزش بر نمی گردند. دانشمندی گفته است که کلمات در حاله از نور قرار دارد و انسان مرتباً نتیجه کلام خود را می بیند. در یکی از جلساتم دوستی به من گفت که مرد همراه او بیش از 1 سال پیش بیکار است. به او گفتم اکنون موعد مقرر است. اکنون روز نجات است. امروز روز خوش اقبالی حیرت انگیز من است. و تأکید این کلمات را به او توصیه کردم. دیدم که برق شادی در چشمانش درخشید و پس از مدت کوتاهی کاری با حقوق سالیانه $9,000 پیدا کرد. زنی به من گفت وقتی برای هدیه‌ای که به من داده بودند برکت طلبیده و گفته بود هر هدیه‌ای 1000 برابر به خود اهدا کننده باز می‌گردد. بیدرنگ یک اسکناس $1 کنار گذاشته بود و با ایمان کامل تأکید کرده بود. این $1 تبرک است و 1000 برابرش باز می‌گردد. پس از مدت کوتاهی به طور غیرمنتظره $1000 دریافت کرد. ولی چرا برخی از مردم سریعتر از دیگران به این موضوع میرسند؟ زیرا گوشهای آنها شنواتر است. در انجیل متی باب 13 عیسی مسیح حکایت کشاورزی را میکرد که دانه‌هایی که در زمین نیکو کاشته میشدند بار میآورد. ولی به شما نصیحت میکنم به کلامی گوش فرا دهید که بارقه‌ای از تحقق آرزو را برایتان بیاورد. کلامی که دل آگاه تو را از اطمینان و یقین پر کند و این کلام نتیجه خواهد داد. روزی به فروشگاهی رفتم که مدیرش را از قبل می شناختم. به یکی از کارمندان او یک کارت حاوی جملات تأکیدی داده بودم. به شوخی به او گفتم برای تو کارتم را هدر نمی دهم چون از آن استفاده نمی کنی. گفت حالا یکی بده، قول میدم که از آن استفاده کنم. هفته بعد که به آنجا رفتم یک کارت به او دادم. قبل از اینکه از فروشگاه بروم هیجان زده به دنبالم دوید و گفت این جمله را تکرار کردم. 2 مشتری وارد مغازه شدند. آن جمله این بود: اکنون موعد مقرر است. امروز روز خوش اقبالی حیرت انگیز من است. پس جمله کار خود را کرده بود. چه بسیارند مردمانی که منظور خود را با کلماتی بی پروا و با اغراق بیان می کنند. من بسیاری از موضوعات درسهایم را در بین مردم پیدا می کنم. مثلا دختر جوانی که مجله‌ای می‌خواست تا در زمان انتظار نگاهی به آن بیاندازد به منشی گفت مجله سینمایی بسیار هیجان انگیزی به من بده. مجله‌ای که می‌خواست آخرین شماره مجله سینما بود. گاهی از مردم می‌شنویم ای کاش هیجان انگیزترین اتفاق روی می‌داد. بی خبر از این که این جمله چه عواقب ناخوشایندی برایشان به همراه خواهد داشت. تازه بعد از آن تعجب می‌کنند که چرا این اتفاق افتاد. در همه دروس دانشکده‌ها باید درس ماوراءالطبیعه را جزء واحدهای اجباری قرار دهند. ماوراءالطبیعه همان بصیرت دوره‌های مختلف زندگی است. یعنی دانش کهنی که طی قرن‌ها نسل به نسل در کشورهایی مثل مصر، هند و یونان یاد می‌گرفتند. هرمس المثلث معلم بزرگ مصر بود که تعلیم او کاملا نگهداری و حفظ شده است و پس از قرن‌ها به ما رسیده است. او روزگاری در مصر میزیست که انسان به بلوغ فکری نرسیده بود. با مطالعه دقیق و بررسی کی بالوین می‌بینیم که او همان دانشی را یاد می‌داد که امروز ما آن را فرا می‌گیریم. او می‌گفت که هر حال و شرایط ذهنی با موج و طیف خاصی همراه است و با هر طیفی به آن بوزانید با آن یکی می‌شوید. پس بیایید تا همگی از این لحظه طیف کامیابی و سعادت بوزانیم. اکنون موعد مقرر است. امروز روز خوش اقبالی حیرت انگیز من است. قرار گرفتن بر سر چند راهی. امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید کرد. یوشع 15:24. هر روز لازم است بر سر چند راهی ها انتخاب کنید. این کار را بکنم بهتر است یا آن کار را. صلاح در این است که بروم یا بمانم. بسیاری از مردم نمی‌دانند که در برخی از موقعیت‌ها چه کار کنند و سراسیمه خود را به هر دری می‌زنند و اجازه می‌دهند دیگران برایشان تصمیم گیری کنند. پس از آن هم پشیمان می‌شوند که چرا به نصایح دیگران گوش دادند، ولی برخی هم با دقتی وسواسی به استدلال می‌پردازند و چنان وضعیت را سبک سنگین می‌کنند که انگار در مغازه عطاری مشغول معامله‌اند و تازه وقتی به هدفی نمی‌رسند حیرت می‌کنند. اما برخی دیگر راه سحرآمیز شهود را دنبال می‌کنند
و در یک چشم هم زدن خود را در عرض موعود خیش می‌بینند. شهود نیروی معنوی و بسیار فراتر از ذهن استدلالی است و هرچه را که آرزومند آن هستید با کمک آن می‌یابید. در کتاب بازی زندگی و راه و رسم این بازی نمونه‌های فراوانی از موفقیت‌هایی را ذکر کردم که حاصل استفاده از این قدرت شگفت‌انگیز بوده. این جمله را نیز گفتم که دعا مثل تلفن به خداست و شهود تلفن خدا به انسان است. پس اگر امروز تصمیم بگیرید که از شهود خود کمک بگیرید و همان راه را دنبال کنید، من در کلاس خود همواره روش پرورش شهود را آموزش می‌دهم. این نیرو در بیشتر انسان‌ها خفته است. از این رو می‌گویم ای که خوابیده‌ای بیدار شو. برخیز تا راهنمودهایت را ببینی و گواهی دلت را بشنوی. برخیز تا با الوهیت باطن خود بنگری. کلود براگدون گفت شهودی زیستن یعنی همان 4 بعدی زندگی کردن. فرض کنیم بر سر چند راهی قرار گرفته اید و همکنون باید تصمیم گیری کنید. راهنمودهای مشخص و خطا ناپذیر بطلبید و مطمئن باشید که هدایت می‌شوید. در صحیفه یوشع رویدادهای بسیاری را می‌بینیم که تفاسیر مابعد و طبیعه دارند. بعد از وفات موسی بنده خداوند واقع شد که او یوشع ابن نون خادم را خطاب کرد و گفت موسی بنده من وفات نمود. پس برخیز و از اردن عبور کن. تو و تمام این قوم به زمینی که من به ایشان میدهم بروید که هر جا پای نهید به شما دادم. چنان که به موسی گفتم. پا نماد درک و فهم است و مفهوم مابعد و طبیعی این آیه آن است که هر چرا که بفهمیم از آن ماست و هر چه که در آنجا ریشه گیرد از ما جدا نخواهد شد. و در ادامه می‌خوانیم هیچ کس در تمام عمرت توان مقابله با تو را نخواهد داشت. همانطور که با موسی بودم با تو خواهم بود و تو را ترک نخواهم کرد. فقط قوی و دلیل باش تا بر حسب تمام شریعتی که موسی به تو امر کرده آگاه عمل کنی. زنهار که از آن حد به راست یا چپ تجاوز ننمایی تا هر جا روی کامیاب شوی. از این جمله در میابیم که کامیابی تنها با قوی و شجاع بودن در پیروی از قانون معنویت امکان پذیر است. حال دوباره بر سر چند راهی قرار میگیریم و ضرورت انتخاب. امروز برای خود اختیار کنید که که را عبادت خواهید کرد. عقل یا هدایت الهی را. مرد مشهوری که از نظر مالی بسیار موفق بود و برای خود قدرتی شده بود به دوستی گفت من همیشه شهودم را دنبال می کنم و نماد خوششانسی و اقبالم. الهام و وحی مهمترین جزء زندگی است. مردم در جستجوی الهام به جلسات می آیند. بارها به چشم خود دیدم که کلام درست فعالیت الهی را در امورشان جاری می کند. زنی که در کارش گره افتاده بود نزدم آمد. به او گفتم بگذار خدا این وضعیت را سر و سامان دهد. جمله‌ام را تکرار کرد و بر او اثر گذاشت. سپس به او گفتم این جمله را تکرار کن. من این وضعیت را به خدا می سپارم تا به آن سر و سامان بخشد. او بلا فاصله خانه را اجاره کرد که مدتها خالی بود. بگذارید خدا هر وضعیتی را سر و سامان بخشد. زیرا وقتی سعی کنید خودتان این کار را انجام دهید همه امور را به هم می ریزید. در کلاس‌های پرسش و پاسخ از من می‌پرسند چه کار کنیم تا خدا وضعیت ما را سر و سامان دهد؟ وقتی میگویید خودمان نمی‌توانیم وضعیتمان را سر و سامان دهیم یعنی چه؟ من پاسخ می‌دهم شما می‌خواهید با عقل مسئله را حل کنید. مثلا عقل هم می‌گوید الان وقت معامله نیست و شرایط نامساعد است. تا پایان دست نگه دار. حالا که در قانون معنویت فقط یک چیز وجود دارد، آن هم زمان حال است. و قبل از آن که بخوانند پاسخ می‌دهم. زیرا زمان و مکان رویاست و برکت شما در انتظار است تا با کلام و ایمان خود آشکارش کنید. امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید کرد. ترس را یا ایمان را. هر عملی که ناشی از ترس باشد ریشه شکست آن کاشته شده است. توکل به خدا مستلزم قدرت و شهامت فراوان است. ما اغلب در امور کوچک به خدا توکل می‌کنیم ولی وقتی وضعیتی بسیار دشوار پیش می‌آید فکر می‌کنیم بهتر از خودمان دست به کار شویم و به این ترتیب شکست خود را تدارک می‌بینیم. خلاصه نامه‌ای که از زنی از اهالی غرب آمریکا به دستم رسید برایتان بازگو می‌کنم. زیرا نشان می‌دهد که چگونه ممکن است اوضاع در یک چشم هم زدن عوض شود. شانس آوردم که کتاب بازی زندگی و راه و رسم این بازی را خواندم. من 4 پسر 10 ساله و 13 و 15 و 17 ساله دارم. خدا رو شکر که پسرهایم نیز با این کتاب آشنا شدند تا بتوانند به راحتی چیزهایی را که حق الهی ماست به دست آورند.
خانومی که این کتاب را به من قرض داد کتاب‌های دیگری نیز جلویم گذاشت، ولی این کتاب مرا به سوی خود جذب کرد. پس از مطالعه آن فهمیدم که من فقط سعی می‌کردم به روش الهی زندگی کنم، ولی قانون آن را نمی‌فهمیدم وگرنه بسیار بیشتر پیشرفت می‌کردم. در ابتدا فکر می‌کردم پس از این همه سال مادر بودن پیدا کردن کار در این بازار کسب و کار محال باشد، ولی این جمله را تکرار کردم: جایی که راه نیست خدا راه را می‌گشاید و او نیز به راستی راه را برایم گشود. برای شغلم به راستی سپاسگزارم و وقتی مردم میپرسند با وجود 4 پسر در حال رشد و اداره خانه، آن هم پس از مدت طولانی در بستر ماندن و پشت سر گذاشتن این همه بیماری‌های وخیم و بدون کمک خویشاوندان چگونه از عهده این کار سنگین برمیایی، فقط لبخند میزنم و میگویم جایی که راه نیست خدا راه میگشاید. خدا درست هنگامی راه و کسب و کار را برای او گشود که همه دوستانش آن را غیر ممکن می‌دانستند. شخص عادی تقریباً همه کارها را غیر ممکن می‌پندارد. روز بعد همین موضوع برای خودم تکرار شد. در مغازه‌ای دستگاه قطره‌چکان زیبایی دیدم که به اندازه 1 فنجان گنجایش داشت. با اشتیاق به دوستانم آن را نشان دادم و گفتم نگاه کنید چقدر زیباست. یکی از آنها گفت ولی به درد هیچ کاری نمی‌خورد. دیگری گفت اگه مال من بود مینداختمش دور. ولی من بالعکس گفتم اتفاقاً با آن میتوان خیلی کارها انجام داد و همینطور هم شد. دوستان من جزو کسانی بودند که همیشه منفی فکر می‌کردند و می‌گویند محال است، ولی همه افکار و آرمان‌های بزرگ با مخالفت روبرو می‌شوند. بر شما واجب است که نگذارید سدی جلوی راهتان به وجود آید و مانع شما شود. راه حکمت و فرزانگی را در پیش گیرید و زنهار که از آن حد به چپ و راست تجاوز ننمایید تا هر جا روی کامیاب شوید. در آیه 13 از باب 24 صحیفه یوشع به موضوعی قابل توجه برخورد می‌کنیم. زمینی که در آن زحمت نکشیده اید و شهرهایی که بنا ننموده اید را به شما دادم که در آن ساکن باشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشته اید بهره مند شوید. این آیه نشان می‌دهد که انسان نمی‌تواند چیزی را به دست آورد و برکات او به صورت هدیه به او عطا می‌شود تا هیچ کسی برای آنها به دیگران فخر نفروشد. با بصیرت ثروت موهبت ثروت به ما عطا می‌شود. با بصیرت کامیابی موهبت کامیابی، زیرا کامیابی و فراوانی مقام‌های ذهنی هستند. زیرا که خداوند ما پدران ما و ما را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد. زمین مصر نماد تاریکی است و خانه بندگی جایی است که انسان اسیر ترس‌ها و تردیدها و معتقد به فقر و محدودیت خود است و در واقع نتیجه طی کردن راه نادرست است. بدشانسی همان شکست در پیروی از جان است که به کمک شهود چیزی را به ما نشان داده است. همه کارهای بزرگ توسط کسانی صورت گرفته که از آرزوهای بزرگ خود دست نکشیدند. هنری فورد پس از دوران میانسالی بود که به فکر اتومبیل فورد افتاد. برای جمع آوردن سرمایه نیز با مشکلات بسیاری روبرو شد، به گونه‌ای که دوستانش فکر می‌کردند دیوانه شده. پدرش ناراحت به او گفت آخر چرا شغل خوبی را که 27 سال به آن مشغول بودی به خاطر دیوانگی خودت رهایش می‌کنی؟ اما هیچ کس نتوانست سر راه هنری قرار گیرد. پس برای بیرون آمدن از زمین مصر باید راه درست را انتخاب کرد و وقتی بر سر چند راهی قرار می‌گیرید راه درست را انتخاب کنید. فقط قوی و شجاع باش تا بر حسب تمام شریعتی که موسی به تو امر کرده آگاه عمل کنی. زنهار که به راست و چپ تجاوز ننمایی تا هر جا روی کامیاب شوی. باشد تا این دفعه که به سر چند راهی رسیدیم بیباکانه به ندای شهود گوش دهیم. در کتاب مقدس این ندای شهود به آواز ملایم و آرام تشبیه شده و اما معلمان تو دیگر پنهان نخواهند بود، بلکه چنان تو معلمانت را میبینی و گوشهایت سخنی از پشت سر میشنوند که میگوید راه این است و همان را طی کن. خیر و صلاحی که قبلا برای شما تدارک دیده شده در همین مسیر است و زمینی که در آن زحمت نکشیده اید و شهرهایی که بنا ننموده اید را به شما دادم که در آن ساکن باشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشته اید میخورید. من در پناه لطف خداوند و به برکت او راه درست را در پیش میگیرم. جایی که راه نیست خدا راه میگشاید. چگونه میتوان از دریای سرخ خود عبور کرد؟ به قوم بگو که پیش بروند. خروج 15:14. یکی از مصیبت‌بارترین حکایات کتاب مقدس در مورد رد شدن قوم یهود از دریای سرخ است. موسی آنها را از زمین مصر که همان سرزمین بندگی و اسارت بود بیرون می‌برد، ولی مصریان آنها را تعقیب می‌کردند.
قوم یهود نیز مانند بیشتر مردم دوست نداشتند که به خدا توکل کنند. از این رو میان آنها زمزمه افتاد و به موسی گفتند: آیا ما در مصر به تو نگفتیم که در زمین مصر خدمت کنیم بهتر است تا در صحرا بمیریم؟ موسی به قوم گفت: نترسید و بایستید که خداوند شما را نجات می‌دهد و امروز آن را به عینیت می‌رساند و مصریان را تا ابد نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در اینجا می‌توانیم بگوییم که موسی ایمان را در قوم خود قطعی کرد، زیرا آنها ترجیح می‌دادند برده مصریان باشند. مصر همان تاریکی است، ولی باید با جهشی بزرگ به سوی ایمان از صحرا گذشت تا به ارض موعود رسید. تردیدها و ترسها پیرامون انسان جمع می‌شوند، ولی همیشه کسی هست که بگوید پیش برو. همیشه یک موسی سر راهتان قرار می‌گیرد که گاهی یک دوست و گاه یک شهود خواهد بود. خداوند به موسی گفت: چرا نزد من گله می‌کنی؟ به قوم بگو کوچ کنند، پیش روند، و اما تو عصایت را بلند کن و دست خود را به سوی دریا اشاره کن و آن را نصف کن تا از وسط دریا رد شوند. پس موسی این کار را انجام داد و خداوند دریا را با باد شدید تمامی شب برگردانید و وسط دریا را خشک ساخت و آب را شکافت و قوم از میان دریا به روی خشکی رد شدند، به گونه‌ای که چپ و راستشان دیوار بود، و مصریان با اسب و سواران فرعون از عقب تاختند و به میان دریا آمدند و خداوند به موسی گفت: دست خود را دوباره به سوی دریا اشاره کن و آب در طلوع صبح به جریان عادی خود برگشت و مصریان گریختند. ولی خداوند مصریان را زیر دریا انداخت و آبها به جای خود برگشت و همه آنان را در بر گرفت و حتی یکی از ایشان باقی نماند. حال به یاد آورید که کتاب مقدس از تک تک افراد میگوید، یعنی حکایت صحرای تو و دریای سرخ تو و ارض موعود توست. هر انسانی آرمان و ارض موعودی دارد، ولی آنقدر اسیر مصریان اندیشه های منفی شده اید که همه اینها دور از دسترس و محال یا بزرگتر از آنچه شدنی است جلوه می نماید و فکر می کنید با توکل به خدای صحرای بدتر از مصر می روید و از آن می ترسید و از کجا معلوم که ارض موعودی وجود داشته باشد. ذهن استدلالی همواره از مصریان یاد می کند و از آنها حمایت می کند، ولی به زودی کسی یا چیزی به انسان می گوید پیش برو و معمولاً آن موقعیتی است که ناخودآگاه به سوی آن کشیده می شوید. یکی از شاگردانم که نوازنده ماهر پیانوست و در خارج از کشور نیز موفقیت‌های بسیاری کسب کرده بود، با مجموعی از روزنامه‌ها درباره کنسرت‌هایش با خوشحالی بازگشت. یکی از خویشاوندان او به کارش علاقه‌مند شد و پیشنهاد کرد که از نظر مالی او را تأمین می‌کند تا در جاهای مختلف کنسرت داشته باشند و مدیری برای امور مالی و حسابداری هزینه‌ها انتخاب کردند و ترتیب فروش بلیط‌ها را نیز دادند. پس از یکی دو کنسرت چیزی از پولها نمانده بود و مدیر مالی همه را بالا کشیده بود. وقتی شاگردم برای اولین بار نزد من آمد، ناراحت و آشفته بود و نفرت بسیاری نسبت به آن مرد در دلش بود. او چندان پولی نداشت و فقط میتوانست اجاره اتاق سرد و بیروح خودش را بدهد و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشت. در واقع در بندگی مصریان یعنی نفرت و فقر و محدودیت خود بود. یکی از شاگردانم او را با خودش به یکی از جلساتم آورد. او نیز سرگذشت خود را برایم بازگو کرد. گفتم ابتدا باید نفرت و انزجار خود را نسبت به آن مرد کنار بگذاری. به محض اینکه او را عفو کنی، موفقیت به سویت باز می‌گردد، زیرا تو به قانون عفو و بخشایش عمل کرده‌ای. این کار آنقدر بزرگ به نظر می‌رسید که انجام آن تقریباً کاری غیر ممکن بود. در این هنگام خویشاوندانش نیز از او مبلغ خرج شده را می‌خواستند و همچنان زمان دادگاه نزدیک می‌شد و او پولی نداشت. از شاگردم دعوت شد که به کالیفرنیا برود و او آن مرد را بخشیده بود و دیگر آزرده خاطر نبود. پس از 4 سال ناگهان او را به دادگاه احضار کردند. به محض اینکه به نیویورک رسید از من خواست تا برایش دعا کنم و کلام لازم را بر زبان آورم. در ساعت مقرر در دادگاه حاضر شد، ولی همه چیز خارج از دادگاه ترتیب داده شده بود. قرار شد مرد ماهانه آن پول را بپردازد. او شادمان نزد من آمد و گفت دیگر کمترین نفرتی نسبت به او نداشتم. وقتی با او سلام و احوالپرسی گرمی کردم بسیار متعجب شد.
خویشاوند شاگردم نیز گفت که همه پول متعلق به اوست و پس از آن حساب بانکیش پر از پول خواهد شد. پس از مدت کوتاهی به عرض موعود خود رسیده بود، زیرا از خانه بندگی بیرون آمده و از دریای سرخ گذشت. اندیشه مثبت او نسبت به آن مرد آبهای دریا را از هم جدا کرد و او توانست از زمین خشک بگذرد. زمین نماد عنصری اساسی در زیر پاست و پا نماد درک و فهم است. موسی یکی از بزرگترین شخصیت‌های کتاب مقدس است. خداوند به موسی گفت که قوم خود را از مصر بیرون ببرد و تنها رسالت او مقابله با فرعون برای رهایی بندگان او نبود، بلکه رسالتش برانگیختن سرکشی و عصیان قومی بود که در زیر کارهای سخت نیروی ابتکار و تفکر خود را از دست داده بودند. مقابله و رویارویی او در چنین اوضاع و شرایطی به نبوغ عظیم و ایمانی راسخ و شجاعت و از خودگذشتگی کامل نیاز داشت و با این صفات که تماماً در او وجود داشت او را حلیم‌ترین انسان نامیدند. همه ما اصطلاح حلم موسی را شنیده ایم. او آنقدر در برابر فرمانهای خداوند بردبار بود که نام او برازنده شد. خداوند به موسی فرمود و اما تو دست خود را بلند کن و به سوی دریا اشاره کن و آن را بشکاف تا قوم از میان دریا بر روی خشکی رد شوند. و او که هرگز شک بر دلش وارد نشد به قوم گفت پیش روید. این فرمان واقعاً مستلزم شجاعت و شهامت بی‌نظیر است. پیش راندن مردم به دریا با این ایمان که اصلاً غرق نخواهند شد و اما معجزه خداوند را بنگرید. و خداوند دریا را با باد شدید در تمامی شب گردانید ولیکن دریا را خشک ساخت و آب را شکافت. اکنون بدانید که چه بسا ممکن است این معجزه برای خودتان نیز هر لحظه پیش بیاید. اکنون به مشکل خود بیاندیشید. شاید به این خاطر که مدت بسیاری در اسارت فرعونها، ترسها، دودلیها و ناامیدی خود زندگی کرده اید، دیگر نیروی ابتکار و تفکر خود را از دست داده اید. به خود بگویید پیش برو و خداوند دریا را با بادی شدید در تمامی شب برگردانید. این باد شدید یک جمله تأکیدی نیرومند است. مثلا اگر مشکل شما مربوط به مسائل مالی است، مرتباً بگویید خداوند روزی رسان من است و شگفتی‌های بزرگ شادی آور من اکنون در پرتو الهی و از طریق عالی به سوی من می‌شتابند. شنیده ایم که خداوند معجزه‌های خود را با روش‌های عالی به انجام می‌رساند. برخی از راه‌ها حیرت انگیز و غیر منتظره هستند و به محض اینکه کلام لازم را بر زبان آورید و برکات و نعمات را بطلبید، یعنی همان باد شدید را به دریا وزانیده اید. پس بر دریای سرخ فقر و محدودیت خیش غلبه کنید، یعنی کار بیباکانه انجام دهید که عمل بیباکانه و شهامت خود را به ایمان نشان دهید. مثلا کسی از شاگردانم به گردشگاهی تابستانی دعوت شده بود که بسیار متداول و مد آن روز بود. او به خاطر اینکه مدت‌ها در ییلاق زندگی بی تحرکی داشت، کمی اضافه وزن پیدا کرده بود و لباسهایش دیگر اندازش نبودند و برای چنین جایی لازم بود لباس مناسب مهمانی عصرانه بپوشد و نمیدانست چه کاری باید انجام دهد، زیرا دعوت ناگهانی بود و او پول و آمادگی لازم را نداشت. برای مشورت نزد من آمد. به او گفتم به شهود خود یعنی گواهی دلت توجه کن. هرچه دلت میگوید انجام بده. گفت بیباکانه به جایی که دعوت شده ام بروم. پس برای خود اتومبیل رزرو نمود و رفت. وقتی به خانه دوستش رسید از او استقبال گرمی کردند و سپس میزبان با شرمندگی گفت امیدوارم از حرفم ناراحت نشوی. من چند دست لباس و صندل اصلانه را که هیچگاه به تن نمی کنم در اتاقت گذاشتم که نمیدانم به درد تو میخورد یا نه. شاگردم با خوشحالی پذیرفته بود و به دوستش اطمینان داده بود که حتما از آنها استفاده خواهد کرد و هر کدام را برداشته بود گویی به تن او دوخته بودند. در واقع او بر دریای سرخ خود غلبه کرده بود و از روی زمین خشک رد شد. آبهای دریای سرخ از هم میشکافند و من از روی زمین خشک میگذرم و همکنون به سوی عرض موعود خود پیش میروم. نگهبان دروازه. و من نگهبانان را بر شما گماردم که میگفتند به آواز کرنا گوش فرا دهید. کتاب ارمیا 17:6. همه ما باید از دروازه های تفکرات خود نگهبانی کنیم. نگهبان دروازه همان هوشیاری برتر ماست. این قدرت و اختیار به ما داده شده است که تفکرات خود را انتخاب کنیم. ولی به این دلیل که هزاران سال در فکر دنیا بوده ایم، مهار کردن آن بسیار دشوار است و این تفکرات
همانند گله رمیده گوسفندان به سوی ذهن ما حمله می‌کنند. ولی یک سگ گله خود به تنهایی می‌تواند آن را مهار کند و به سمت آغل براند. یادم می‌آید خیلی وقت پیش فیلمی دیدم که در آن یک سگ گله عهدهدار مراقبت از گله بود. همه گله به جز 3 تای آنها کنار هم جمع بودند و فقط آن 3 تا مقاومت می‌کردند و بعبع کنان پا می‌کوبیدند. سگ فقط جلوی آنها نشست، نگاهشان کرد و هیچ عکس‌العمل دیگری انجام نداد. پس از مدت کوتاهی آن 3 نیز به آغل رفتند. ما هم باید بیاموزیم که اندیشه‌ها تفکرات خود را به همین روش مهار کنیم. یعنی با عزمی جذب و آرام، نه با مقاومت. وقتی افکارمان در غوغاست، فقط یک جمله تأکید را انتخاب می‌کنیم و مقرراً تکرارش می‌کنیم. گاهی ممکن است نتوانیم آنها را کاملاً مهار کنیم، ولی کلام در اختیارمان است و تکرار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و قدرت تسلط به ما می‌دهد. در باب 6 کتاب ارمیا آمده است و من نگهبانان را بر شما گماردم که می‌گفتند به آواز کرنا گوش فرا دهید. شادمانی و کامیابی شما در زندگی به نگهبان افکارتان بستگی دارد، زیرا این افکار به زودی عینیت می‌یابند. برخی از مردم فکر می‌کنند که با فرار از شرایط ناخوشایند پیش آمده می‌توانند از آن رهایی یابند، ولی آنان هر جا بروند همین وضعیت را خواهند داشت و آنقدر این تجربه‌ها در زندگیشان تکرار می‌شود تا درس‌هایی که باید فراگیرند را بیاموزند. این موضوع را در فیلم جادوگر شهر زمرد می‌بینیم. دروتی دختر کوچک بسیار غمگین است. زن بدجنس دهکده می‌خواهد سگش توتو را از او بگیرد. از ناامیدی نزد عمه اما و عمو هنری می‌رود، ولی آنها هم او را جدی نمی‌گیرند و به او می‌گویند برو پی کارت. دخترک به سگش می‌گوید آن بالاها تو آسمان‌ها، جایی که همه خوشبختند، یک آدم بدجنس هم پیدا نمی‌شود. جای خیلی خوبی است که می‌خواهم آنجا بروم. ناگهان تند بادی می‌آید و دروتی و توتو را با خود به شهر زمرد در بالای آسمان می‌برد. در ابتدا همه چیز خوب و جالب به نظر می‌رسد، ولی زن بدجنس به جادوگری وحشتناک تبدیل شده که باز قصد گرفتن توتو را دارد. حالا دیگر دروتی دلش می‌خواسته به دهکده خودش برگردد، ولی به او گفتند باید جادوگر شهر زمرد را پیدا کنی تا به آرزویت برسی، چون او خیلی قوی است و می‌تواند خواستت را برآورده کند. دروتی هم شروع به جستجو می‌کند. در راه مترسکی می‌بیند که مغز ندارد و به همین خاطر ناراحت است. مرد آهنی می‌بیند که قلب ندارد و به آن دلیل بسیار ناراحت است. به شیری برمی‌خورد که دل و جرأت ندارد و او هم به این دلیل بسیار غمگین است. دروتی با آنها می‌گوید باید همگی برویم تا از جادوگر هر چه می‌خواهیم بگیریم. راه خطرناکی در پیش دارند و با موانع گوناگونی برخورد کردند، زیرا جادوگر بدجنس می‌خواست دروتی را بگیرد تا توتو و دمپایی‌های یاقوتی رنگش را که از او محافظت می‌کردند بدزدد. عاقبت به قصر جادوگر رسیدند و سراغ او را گرفتند، اما همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، زیرا تا به حال کسی او را ندیده بود و او به طرز اسرارآمیزی در قصر زندگی می‌کرد. ولی بالاخره به کمک فرشته خوب وارد قصر می‌شود و می‌بیند که جادوگر همان شعبده‌باز حیله‌گری است که در دهکده زندگی می‌کند. همه ناامید می‌شوند و فکر می‌کنند که دیگر نمی‌توانند به آرزوهای خوب خود برسند. ولی فرشته به آنها نشان می‌دهد که به آرزویشان رسیدند، زیرا مترسک با هر حادثه‌ای روبرو می‌شود، ناچار بود عقلش را به کار بیاندازد و تصمیم بگیرد که چه کار کند. پس مغزش را پیدا کرد و مرد آهنی متوجه شد که دروتی را دوست دارد، پس قلبش را پیدا کرد. شیر نیز پردل و جرأت و دلیر شده بود، زیرا هرگاه ماجرای پیش آمده بود از خود جرأت و شهامت نشان داده بود. فرشته خوب از دروتی پرسید تو از تجربه‌های خود چه چیزی یاد گرفتی؟ دروتی گفت آموختم که هرچه می‌خواهم در دهکده خودم و در خانه خودم است. آنگاه فرشته عصای سحرآمیزش را در هوا تکان داد و دوباره دروتی به خانه‌اش بازگشت. در همین وقت دروتی از خواب بیدار می‌شود و می‌فهمد مترسک، مرد آهنی و شیر همان کسانی هستند که در مزرعه عمویش کار می‌کنند و همه خوشحالند که دروتی پیش آنها برگشته است. این قصه به ما می‌آموزد که اگر از مشکلات خود فرار کنیم، آنها ما را تعقیب می‌کنند. از هیچ وضعیتی ناراحت و آزرده خاطر نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. یک قانون جالب بی‌اعتنایی است که می‌گوید
هیچ یک از اینها بر من شوکی وارد نمی کنند و تکانم نمی دهند و به عبارتی می توانیم بگوییم هیچ کدام از اینها ناراحتم نمی کنند. و وقتی از هیچ چیز ناراحت و آزرده خاطر نباشید، ناراحتی درونتان و غیره ناپدید می شود. به محض این که چشمانت معلمانت را ببینند، ناپدید خواهند شد. و من نگهبانانی بر شما گماردند که می گفتند به آواز کرنا گوش فرا دهید. کرنا سازی است که از قدیم برای جار زدن و خبر کردن مردم از موضوعات جدید و پیش آمده به کار میبرند. هرگاه اهمیت اندیشه و تفکر خود و هر کلمه را بدانید، دیگر عادت میکنید که در آنها دقت لازم را به کار ببرید. قوه تخیل که آن را قیچی ذهن مینامند، مرتباً در حال بریدن تصاویر رویدادهایی است که در زندگی شما رخ میدهند. چه بسیار کسانی که تصاویر بریده شده ذهنشان حاصل و در نتیجه طرحشان است. یعنی به دیدن چیزهایی مشغولند که طرح الهی در آنها نقشی ندارد. ولی کسی که چشم واقعی دارد حقیقت را می‌بیند. نگاه او از شر می‌گذرد و آن طرف شر را می‌بیند و می‌داند که از آن شر خیر و خوبی نشأت می‌گیرد. او همه بی‌عدالتی‌ها را به عدالت تبدیل می‌کند و هر کس که به ظاهر دشمن اوست با خیرخواهی و دعای خود خلع سلاحش می‌کند. در اساطیر سیکلوپ می‌خوانیم نسلی از غول‌ها که ظاهراً در سیسیل می‌زیستند فقط یک چشم در وسط پیشانی داشتند. این چشم همان قوه تخیل است. قوه تخیل در وسط پیشانی بین دو ابرو قرار دارد. بنابراین این غول‌های افسانه‌ای نیز نشان دهنده این آرمان هستند. در واقع انسان یک چشم همان غول است که هر فکر و اندیشه او سازنده و هر کلمه او کلام اقتدار است. پس چشم سوم نگهبان دروازه است. این چشم همان چراغ روشن کننده بدن است. پس هرگاه چشمت واضح و روشن ببیند، تمام بدنت روشن خواهد شد. با چشم بسیط بدن به چشم معنوی تن نور تبدیل می شود. با آن دیده درون که مشیت الهی و دنیای آرامش و فراوانی و نیکخواهی را می بینید، می توان جهان را آزاد کرد. طبق ظاهر چیزی داوری نکنید، بلکه به درستی و راستی داوری نمایید. و قومی بر قومی شمشیر نخواهند کشید و بار دیگر جنگ را نمی آموزند. قانون بی‌اعتنایی یعنی آزرده خاطر نشدن از ظواهر مخالف امور و دست بر نداشتن از اندیشه سازنده، زیرا در نهایت پیروزی نصیب خواهد شد. قانون معنویت بسیار فراتر از قانون کارماست. این همان گرایش ذهنی است که شفا دهنده یا علاج کننده باید در برابر بیماری خود آرام و بی‌اعتنا باشد. بی‌اعتنایی به ظواهر امور که خواه فقر، خواه بیماری، خواه مصیبت است، در ذهن و بدن و امور بیمار تحول عظیم به وجود می آورد. آیه 6 باب 31 کتاب ارمیا به انسانها خبری شادی بخش می دهد، زیرا انسان را فارغ از هر گونه تفکر منفی می کند. زیرا روزی خواهد بود که دیدبانان بر کوهها ندا سر می دهند که برخیزید و نزد خدای خود برآیید. نگهبان دروازه هرگز نمی خوابد. او که حافظ توست هرگز نمی خوابد. او همان چشمی است که از قوم محافظت می کند. اما هر که در عالم با تفکرات و اندیشه های منفی زندگی کند، از این دیدبان غافل مانده و با اینکه ممکن است شواهدی از شهود را ببیند، ولی باز دنیای او آشفته خواهد بود. کلمه ها و تفکرات را تنها با عزمی جزم و بیداری می توان مهار کرد. همه اندیشه های ترس و شکست و انزجار و نفرت و بدخواهی باید از بین برود. هر نهالی که خدا نکاشته باشد برکنده باد. تکرار آیه بالا تصویر از ریشه در آوردن علف‌های حذر را به ذهن انسان می آورد. این علف‌ها خشک خواهند شد، زیرا دیگر درون خاک نیستند و تغذیه نمی شوند. هرچه بیشتر به اندیشه های منفی توجه کنیم، بیشتر آنها را در ذهن خود پرورش می دهیم. همواره از قانون بی‌اعتنایی در زندگی خود استفاده کنید و هرگز نسبت به اندیشه ها و تفکرات منفی علاقه نشان ندهید و به آنها گرایش نداشته باشید. پس از مدت کوتاهی لشکر بیگانگان را چون علف‌های هرز خشک و نابود خواهید کرد. ذهنتان مالامال از آرمان‌ها و اندیشه‌های الهی خواهد شد و فقط همان را خواهد دید که خدا برایتان می‌خواهد. یک ضرب المثل چینی می‌گوید آدم عاقل لباسش را به دست خیاط ماهر می‌دهد. پس شما نیز طرح زندگی خود را به دست طراح الهی بسپارید تا همواره خود را در اوضاع و شرایط عالی ببینید. مکانی که ایستاده‌ام زمین مقدس است. همکنون در طرح الهی زندگی خود خواهم بود و با پیوندی همیشگی و جدا نشدنی در وضعیتی قرار می‌گیرم که اوضاع و شرایط آن عالی است
و بهتر از این وجود نخواهد داشت. مکانی که ایستادم زمین مقدس است. همکنون در طرح الهی زندگی خود خواهم بود و با پیوندی همیشگی و جدا نشدنی در وضعیتی قرار می‌گیرم که اوضاع و شرایط آن عالی است و بهتر از این وجود نخواهد داشت. به زندگیتان روح شادی و نشاط و آرامش ببخشید. هر روز دوستانمان بیشتر و خانوادهمان بزرگتر می شود. با گروه جیهان آرا در قبرس شمالی تماس بگیرید. +90 533 88 99 880.